أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. این یابه ها، این چرتولوژی ها مردم عاقلان را، مردم چه ارز کنم، عاقلان را قانع نمیکنه. بسیاری از اونها میرند به طرف بیدینی و اتفاقا شیخ الاسلام ابن تیمیه هم همین رو میگوید. میگه وقتی که عاقلان میبینند که چنین عقایدی، چنین افکاری قابل هضم نیست، به طور کلی با دین دشمن میشن. و امروز در صحنه سیاسی کشور، در صحنه رسانه‌ای کشور، در بیرون از، در خارج از ایران میبینیم که چطور تحصیل کرده های فراماسورهایی یا سیاستمدارانی طامعانی به قدرت و سیاست به جان اسلام افتادند با دست آویز قرار دادن همین افکار و عقاید. دوباره هفتمین مطلبی که اینا ادعا میکنند و افترا میزنند بر اسلام و بر قرآن و بر عقل و بر مسلمانان، این که این 12 نفری رو که به زور امام کردند و آخرش یک قنداقی بیش نیست، یه موهوم بیش نیست، اینها از همه انبیا بالاترند جز محمد علیه السلام. اونم تواضع میکنن، ظاهرا تقیه میکنن، و الا از محمد هم بالاتره، برای که موفق تره. محمد که نظر اینها موفق نمود علیه السلام. یه پیغمبر شکست خورده که اصلا کاری نمیتونست بکنه، خانهاش نتونست معالجه بکنه، صحاباش نمیتونست بنا به رأیش زندیق ها. پیغمبری که اینها نشون بدن یک انسان شکست خورده که به درد پیغمبری نمیخوره. ولی اون پیغمبر نیست که جهان میشناسدش، اون پیغمبر نیست که خداوند ازش تعریف کرده. و اینکه این امام ها غیب میدونند، حاضر میدونند، خلق میکنند، رزق میدهند، رزق به دست اونهاست، خلقت به دست اونهاست، ولایت تکوینی دارند. خداوند حق تشریع را به اونها داده، هرچی را بخوان حلال میکنند، هرچی را بخوان حرام میکنند، و همه کون ملک تلق اونهاست. چه کفری بالاتر از این، چه زلالتی بالاتر از این. و این آیه را تعریف میکنند که هذا عطاؤنا فمنون او امسک بغیر حساب. این عطای ماست، هرچی بخوای منت بگذار، هرچی خرج کن، هرچی بخوای نگه دار.